حضرت مالک ابن دینار میفرماید که میگه من ده همسایگیم یعنی ده محلمون یک شخصیت، یک عزیزی خدا بود، یک دوستی خدا بود. کسبی اون میگه آهنگری بود، یعنی از آهن کارچه و تبر و هر چیز یعنی می ساخت راست میکرد. میگه در اون شخصیت ما یک کار تعجب آور میدیدیم، یعنی در اون عزیزی خدا انسان آهنگر ما وقتی کار کردن او را تماشا میکردیم، این شخصیت میگه این آهنی که در آتش سرخ شده با دستی لج میقپید آتش نمیسوختش. سبحان الله، کار تعجب آور که آتش با دستش میقپید نمیسوختش. میگه وقتی اینا در اون نظر میکردیم خیلی برای ما تعجب آور بود. امروز این جمعیت ما شاید 500-600 نفر باشیم، اگر کداممون بقپیم آتش دستی ما را میسوزه، یعنی طاقت قوت قپیدنش نداریم. میگه اون شخصیت یعنی که آهنی سرخ شده را با دست عریان میقپید آتش نمیسوختش. روزی میگه نزدش رفتم، در کنارش نشستم، گفتم برادر من هستی یک سوال دارم، این چی حکمت است، چی سیر است که آتش تو را نمیسوزه؟ بعد از اون میگه شخصیت گفت که برادر گفت نزدم باشی، گفت یک قصه گذشته از من برایت نقل میکنم. در وقتش گفت من یک جوان بودم، یک جوانی مست، یک جوانی مغرور، فقط لحظه های حیات من در عیش عشرت و در زنا و فحشا و کار دنیا میگذراندم. یک دختری بود، دختری تقایم بود والله علم، یا دختری عمم بود، با وی بسیار عاشق سخت بودم. هرچند از قفوش میدویدم وی من نگاه نمیکرد، از قفوش میدویدم نگاه نمیکرد. قصه کوتاه میگه وی شوهر کرد رفت، منم زن گرفتم، اما یک عمر میگه از فکری او من میسوختم. در گذشت زمان قحطی آمد، میگه یعنی ناداری و کمبغلی آمد. این یعنی دختری خشمانه شوهرش بندگی کرد، شوهرش وفات کرد و این دختر همراهی 3 فرزند، 3 طفل یتیم تنها ماند. روزی میگه در زندگیش در خواجگیش دیگه تماما چیزی خوراکه نماند. این دختری خشم میگه به خانه ما یعنی به قصد پرسیدن و طلبیدن آمد گفت ای برادر، ای فرزندی خش، فرزندای من یتیم هستن، گرسنه هستن، به حق خدا یگان چیزی خوردنی برای ما یعنی بده. میگه من گفتم که اکنون فرصت آمد، اون فرصت مناسبه که من یک عمر انتظارش بودم، فرصت رسید. میگه گفتم ای دختری خش، فقط یک شرط است، شرطی من به جا بیاری، هر چیزی بخواهی من برای تو میدهم. میگه گفت شرط چی هست؟ میگه گفتم شرط دل من به آرزو و مقصدش میرسد. دل من یک آرزو و مقصدی دیری نداره، دل من به مقصد یعنی به من میرسی، زنا میکنی هر چیزی بخواهی برات میدیم. میگه این دختر بسیار دختری صالحه بود، دختری خداترس و پرهیزگار بود. و ای فرزندی خیش گفت از خدا بترس، این خیلی جنایت و گناهی بزرگ است، این گناه به جا نیار. قصه کوتاه میگه گفتم شرط همین شرط، اگر خواهشی منو به گردن میگیری هر چیزی بخواهی میدیم. میگه رد کرد، این دختر قبول نکرد، برآمده رفت. روز دیگه این چنین آمد، میگه براش گفتم شرط همون شرط، قبول نکرد رفت. قصه کوتاه میگه روز سوم آمد، دیگر علاج نداشت، گفت ای فرزندی خیش من دیگر علاج ندارم، 3 روز شد فرزندای من چیزی نخوردن، امشب از گرسنگی را خواب نکردن تا سحر گریه کردن. من اکنون در شرطی تو راضی هستم، اما منم یک شرط دارم، در پیشنهاد راضی هستم، یک شرط دارم، من به جای ببر که این عمل زشت و گناهی که میکنیم یگان کس نبینه ما را، یک جای علاهیده و تنهایی ببر، میلش بعد از اون این کار تا انجام بدی. بعد از اون میگه یک حجره یعنی یک جای استراحتی، امروز مردم ما دچ میگن، یک حجره استراحتگاه داشتیم. میگه این دختری خشمانه گرفتم با او جرا بردم، تمام پرده ها و همه را محکم کردم، میگه وقت لباس های خود ما بدر کردم، به نزد این دختر آمدم، این دختر وجودش میگه بچنان میلرزید که احساس میکردم که یعنی همین استخوان ها از پیوند جدا میشوند. بعد از آن میگه قپیدم بدنش، گفتم ای دختری خیش از چی میترسی؟ کسی ما را نمیبینه، در جایی هستیم که خودت میخواستی، یعنی تنها هستیم. میگه این دختر گشت گفت باستوی من که ای ابله، آیا تو نمیدانی که پروردگار ما را دیده سوده است؟
تو در محضر الله رب العالمین جنایت چی نوع میکنی؟ چه خیلی گناه میکنی؟ حالا یک سخن است میگن سخن از دل برآید در دل میدرآید. میگه این سخن به چنان من تأثیر کرد که لرزش بدن اون دختر میگه در بدن من پیدا شد که بس اون گو که ای ابله در محضر خدا چه خیلی گناه میکنه، خدا تو را دیده ساده است. بعد از اون میگه یعنی اون کرته که در بدنش بود آیسته در بدنش کشیدم، گفتم با جای خواهرم باشی کنار بیست، من این جنایت نمیکنم، با جای خواهرم باشی. در حال میگه لباس هامو پوشیدم، گفتم که ای خواهر اسلامی من یک نصیحت کن و در حق من دعا کن که خداوند این قدر کمبودی که در حیات کردم خداوند من ابو بخشه. میگه نصیحتش برای من این بود که ای برادر اگر بخواهی که یگان لحظه گناه نکنی، بخواهی که یگان لحظه خیانت و جنایت نکنی، در هر جایی که باشی خود در محضر پروردگار حاضر بدان، در هر حالت باشی انیق بدان که خداوند تو را دیده ساده است، در نزد خدا هستی. انیق بدان که تو را پروردگار لحظت میبینه. و دعاش در حق من این بود، میگه دستاشو برداشت گفت پروردگارا این جوان این لحظه از ترسی تو را یعنی آتش شهوت در خودش خاموش کرد. پروردگارا برای این جوان آتش های دنیا و آخرت خاموش بگردان. این دعا بود که اون دعای اون دختر بود در حق من که دعا کرد. امروز یعنی آتش من به دست عریان میگیرم، آتش من نمیسوزه. ببینه برادر عزیز، پروردگارا این جوان در این دنیا یعنی در لحظه جوانیش آتش شهوت در خودش خاموش کرد، یعنی زنا نکرد، گناه نکرد، تقوا و خدا ترسی را اختیار کرد. پروردگارا آتش های دنیا و آخرت براش خاموش بگردان. یعنی برادران عزیز اگر من و شما هم تقوا داشته باشیم ان شاء الله نه آتش دنیا نه آتش آخرت ما را نمیسوزاند. عزیزای خدا حکایت میکنند، میگه یکی از دوستای خدا خواب دید، یعنی در خوابش دوزخ خواب دید. خواب دید که در یعنی درون دوزخ در آمده است، در دوزخ آتش نیست، علاو نیست در دوزخ. سبحان الله. شخص میگه وقتی بیدار شد وجودش میلرزید، نزد استادش آمد، استاد بزرگوار من دوزخ خواب دیدم که در درون دوزخ هستم، اما در دوزخ آتش نبود. میگه استادش در آغوش گرفت گفت بله فرزندم، گفت در دوزخ برای تو آتش نیست. گفت هر شخصیت از دنیا آتش دوزخچه همراهش میبره. اون گناه و معصیتی که امروز میکنی این است که آتش میشه و در دوزخ تر میسوزانه. برادر عزیز بزرگوار، به همین خاطر ما و شما حرکت داشته باشیم برادران بزرگوار، اهل تقوا باشیم، خدا ترسی و پرهیزگاری در حیات داشته باشیم تا اینکه هم دنیا هم آخرت مون آباد بگردانه. تقوا دنیا و آخرت انسان آباد میکنه. به همین خاطر ما بخواهیم اگر که بنده های حقیقی و دوست های خدا باشیم حرکت کنیم که اهل تقوا باشیم.